ولی وقتی انسان از راه خدا منحرف میشه و دچار بی‌تقوایی میشه، روز درخشانش هم تاریک میشه. ما خیلی وقتا تو روز سقوط میکنیم، میلنگیم، لغزش میکنیم، منحرف میشیم تو روز روشن. پس راه غیر خدا روزش هم شبه، تاریکه، و راه خدا که پیامبر صلی الله علیه و سلم دلسوزی کرده ما رو بر اون راه قرار داده، پیامبر میگه لیلها کنهارها. سبحان الله، در درخشندگی شبش مثل روزشه. خدا به همه ما و شما توفیق بده و منت بگذاره که ما بر این راه روشن و آشکاری که هیچ لبسی داخلش نیست، هیچ انحرافی درش نیست و هدایتگر به اون راه قرآن هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. این قرآن هدایتگر هست به راهی که اون راه کامل ترینه، بهترینه، محکم ترینه، پاک ترینه. خطبه امام جمعه محترم خیلی خطبه عالی و زیبایی بود، هم خطبه هم دعا. توأم با یک احساس خیلی عالی که بوی رمضانش ازش می آمد، هم در خطبه و هم در دعا. این حس رمضانی بود، در رابطه با قرآن بود و هدایتگری قرآن. اما پله دوم که پیامبر رفت بالا دوباره گفت آمین. گفت وقتی پله دوم رفتم جبرائیل امین آمد در گوشم گفت از رحمت خدا محروم باد، به دور باد کسی که نام من نزد او برده بشه بر من درود و صلوات نفرسته. اللهم صل علی محمد. ای محمد بگو آمین. گفتم آمین. اگر دقت کرده باشید خصوصا جوانا، مسیحی ها وقتی نام مسیح میبرن با این دستشون اینطوری میکنن، علامت مسیح رو سینه شون. در کتاب التقاط الدرر و اقتطاف الثمر برای یک بار صلوات 40 فایده بیان شده. برای یک بار صلوات 40 فایده. لطف خدا رو نگاه بکن و ارزش این کسی که من و تو منسوبیم به اون، ما امت محمد صلی الله علیه و سلم هستیم. ارزش و قیمتش نزد رب العزت و الجلال که در مقابل یک بار صلوات و درود بر آن حضرت صلی الله علیه و سلم خداوند 40 فایده میده. یک فایدهش هر کسی یک بار درود بفرسته خداوند در مقابلش 10 بار درود میفرسته بر اون. سبحان الله. ان الله و ملائکته، خوب دقت بکنید، خداوند و کل فرشتگانش یصلون علی النبی. بعد گفته یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه
سلموا تسلیما. اول خودش شروع کرده، بعد کل فرشتگانش، بعد از مؤمنین خواسته که همگام باشن با رب العزت و الجلال و با فرشتگانش. اجماعاً یک صلوات محمدی غرا ختم بفرمایید. پیامبر صلی الله علیه وسلم می‌فرمایند البخیل من ذکرت عنده ولم یصلی علیه. اللهم صل علی سیدنا و نبینا محمد. بخیل کسی است از امت من که نام من نزد او برده بشه بر من درود و صلوات نفرسته. وصف بخیل بودن رو دوست دارید؟ اگه دوست ندارید صلوات محمدی غرا بفرستید. اللهم صل علی سیدنا. چه احساس نزدیکی میشه وقتی درود و صلوات بر پیامبر صلی الله علیه وسلم بفرستید. چه احساسی، چه حس خوبی به دست میده، چه احساس قربی حاصل میشه. احساس میکنی که منقطع نیستید، وصلید بهش. اما آمین سوم وقتی که رفتم پله سوم، جبرائیل امین در گوشم گفت علیه السلام از رحمت خدا به دور باد و محروم باد کسی که والدینش در حیات باشند یا یکی از والدینش در حیات باشند، وجود مبارک والدینش یا یکی از والدینش سبب آمرزیده شدنش و مغفرت اون فرزند نباشد. یعنی این حضور و این وجود برای فرزندان مثل عدم باشد. بگو آمین. گفتم آمین. پس حیات پدر و مادر و وجودشون در کنار فرزندان یک فرصت و یک ظرفیت برای رحم شدن هست. برای موفق شدن هست، برای رستگاری و پیروزیش. تعامل ما با پدر و مادر چیست؟ آیا پدر و مادر در کنار ما احساس آرامش میکنن؟ بعضی از پدر و مادرها من شنیدم که اینطوری دعا میکنن خدایا ما رو هرچه زودتر ببر که پسرم پیش عروس شرمنده نشه. که زن پسرم رو به خاطر پدر و مادرش سرزنش بکنه. این بابای پیرت، این مادر پیرت زندگی رو بر ما تلخ کرده. من نمیخوام پسرم شرمنده من باشه و شرمنده خانمش باشه و همیشه درگیر باشه تو زندگیش. معلم عزیزی نقل میکرد، میگفت ساعت 11 شب دیدم که زنگ خانه به صدا در آمد. گفتم حالا این نصف شب کی داره زنگ میزنه و اینطوری دستش رو زنگ گذاشته؟ وقتی رفتم دم در دیدم که یک دوستی بود، دورانی با هم داشتیم، هم کلاسی بودیم، سنی ازش گذشته بود. گفتم برادرم این نصف شب با این حال و هوا، با این پریشانی مشکلی پیش آمده؟ میگه خودشو انداخت تو آغوشمون و زد زیر گریه. گفتم چیزی شده؟
گفت پسرم منو تهدید کرده اگر ساعت 12 آمدم خونه، تو خونه بودید یک کتک مفصلی از دست من میخورید. به پدرش ها. من از خونه زدم بیرون که امشب از دست پسرم کتک نخورم. حالا جرأت ندارم برم خونه. خیلی از اونایی که دیگه خیلی میخوان احترام پدر و مادرشون بکنن، دیگه وقتی به سن بازنشستگی رسیدن دیگه برن سالمندان تحویلش بدن، ماه 150 تومن 200 تومن 300 تومن پرداخت بکنن تو سالمندان، چه نگهداریشون بکنن. یه روزی جوانی آمد پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم شکایت پدرش بکنه. گفت پدرم مال منو خورده. شکایت چیه؟ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم پدرم مالمو خورده. پیامبر وقتی عصبانی میشد این رگ گردنش ورم میکرد، چشمش مثل خون میشد. گفت چی میگی صلی الله علیه وسلم؟ گفت پدرم مالم خورده. گفت ویحک، ویحک، این کلمه زجره. انت و مالک لابیک، تو با مالت مال باباتید، تو با مالت مال باباتید. حالا آمدی میگی بابا مالم خورده؟ تو چی داشتید وقتی به دنیا آمدید؟ انت و مالک لابیک. یکی از کسانی که زکات بهشون تعلق نمیگیره پدر و مادره. چون نفقش بر فرزند واجبه. ماه مبارک رمضان واقعا یک فرصت هست. انسان‌ها در قبال ماه مبارک رمضان متفاوتند. مسلمانان، خداوند در قرآن می‌فرمایند بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القی معاذیره. هر کسی خودشو بهتر میشناسه هرچند که عذر و بهانه پیش بکنه. این قرآنه میگه بل الانسان، خدا میگه علی نفسه بصیره، هر انسانی بر خودش آگاه ترینه، حتی اگر عذر و بهانه پیش بکنه، مطرح بکنه. از یکم فشرده تر بنشینید، اون دو طرف جا هست. این وسط یکم جلوتر بیان عزیزان، یکم جلوتر بیاید. متشکرم، جزاکم الله خیر. این فایدهش چیه این جلو آمدن؟ این فایدهش چیه؟ اینی که جا باز بشه، عزیزانی که بیرونن تو آفتابن بیان داخل. فایده خوبیه. پس این جمع و جور تر شدن و جمع تر نشستن، فشرده تر نشستن، ثمرش حضور دیگر برادران عزیز داخل سالن مسجد هست. خداوند در قرآن در این رابطه که من گفتم یکم جلوتر بیاید، این یکی از آدابه. اگه در مجلس خیری نشستید جا تنگه، شما هم زودتر آمدید، اولویت با شماست، ولی اگر یک کمی جمع و جورتر بنشینید برادر دیگر هم میتونه تو اون مجلس خیر کنار شما بنشینه. این یک نوع خیرخواهی و دوست داشتنی است و دوست داشتن هست.
لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. عزیزانی که الان دارن میان تو روستاهای خودشون نماز جمعه خوندن آمدن اینجا، شما اینجا نماز جمعه خوندید، خب پاداش این چیه؟ اگر کسی به شما تو یک مجلس خیری گفت یک کمی فشرده تر بشینید،